هدف نهایی یوتیوب اینه که افرادی که وارد این پلتفرم میشن زمان بسیار بیشتری رو توی این پلتفرم بمونن و از دیدن ویدیوها لذت بیشتری ببرن تا بتونه تبلیغات بیشتری بهشون نمایش بده و درآمد بالاتری رو به دست بیاره. هدف شما هم به عنوان یک یوتیوبر اگر میخوای تو این پلتفرم به موفقیت برسی باید این باشه که مخاطب و تایم بسیار بیشتری توی این پلتفرم نگه داری، یعنی کاری توی ویدیوهات انجام بدی که مخاطب از دیدن ویدیوهات لذت بیشتری ببره و ویدیوهای بسیار بیشتری از کانال یوتیوبت رو تماشا کنه. هر چقدر مخاطب تایم بیشتری توی کانالت بمونه، یعنی عملا تایم بیشتری توی این پلتفرم بوده و یوتیوب از ویدیوهات بیشتر حمایت میکنه و پروموت بیشتری روی ویدیوهات انجام میده. حالا معیار بسیار مهمی توی یوتیوب وجود داره به اسم average view per viewer که نشون دهنده این موضوعه که یک مخاطب وقتی وارد کانال یوتیوب شده چند ویدیو رو به صورت پشت سر هم از توی کانال یوتیوب شما تماشا کرده. شما برای اینکه بتونی این عدد رو بالاتر ببری تا ویدیوهات ایمپرشن بالاتری به دست بیارن باید ویدیوهات رو به هم دیگه متصل کنی. حالا یکی از روش‌های اتصال ویدیوها به هم دیگه استفاده از اند اسکرینه. اند اسکرین درست یک ابزار قدیمی از یوتیوبه اما یک ابزار بسیار ساده و معمولی نیست. اگر به کمک تکنیکایی که توی این ویدیو بهت دادم عمل بکنی مخاطبین بسیار زیادی روی اند اسکرین شما کلیک میکنن و میتونی average view per viewer تو بالا ببری.